همین در جایهای ما سخن است که گویا که 1.5 ساعت بعد و 1.5 ساعت پیش نماز شام این عصر رو خفتن باشد استاد. آیا این درست است همین سخن؟ وقت عصر اون در قول امام ابو حنیفه سایه هر یک چیز دو برابری خدا شود گفتم. اما صاحبینشون شاگردانشون اونا هم مثل شافعی گفتگیان، یعنی وقتی عصر همون وقت میدارد که ظل کل شیء مثله، سایه هر یک چیز مثل خدا شود. یعنی جمهور علما، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و خود حنفی ها هم، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن، اینا مثل امام ابو حنیفه فتوا نمیدادن در این مسئله، مثل شافعی فتوا میدادن. بنابراین تنها مذهب حنفی این خیلی گفته نمیشه، فقط فتوا به قول امام شدگی از در این مسئله. لیکن قول صاحبین است. حتی میگن که بعضی نادر است این، سبحان الله، این گپا. یک کتاب مثال پیش کتابا برادرها دستنویس بود. کتابا این خیلی نیکی یک زواد یک بار چاپ کند 10,000 نسخه چاپ کند. کتاب دستنویس همین از امام ابو حنیفه یک نفر نوشتگی، مثلا یک نفر نوشتگی از همین یک مخطوط دیگر دو کسی دیگر روی بردار کردگی، از هموها با یک کسی دیگر هم خیلی آمدگی. بعضی کتابا مفقود است. مثلا کتاب های متقدم عصری 300 میخوانید میگوید که من فلان کتابنده خواندم میگوید، لیکن همون کتاب در بازار نیست. نه فقط در بازار، در کتابخانه ها، در مخطوطات هم نیست، مفقود میگوید، یعنی گم شدگی همون کتاب. همون کتاب الله تعالی قوت نداد دیگه قبول نداد، برای اینکه کتاب صاحب کتاب می نویسد در خانهش می ایستد، شاگرد میبود میگوید که من این روی بردار کنم، استاد میتید روی بردار میکند، از این دو کسی دیگه روی بردار میکنم. مثلا همین خیلی میرفت پیش. حاضر مؤلف میرد کتابخانه، یا مؤلف من حاضر زمانی ما کامپیوتران چاپ میکنید، حتی پول هم در کار نه، خودتون چاپ کرده خودتون پی دی اف میکنید و در اینترنت میمونید، همه گرفته میخواند. زمانی ما فرق کرد. میگن که همون نسخه که آمده است که گویا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته باشن که ظل کل شیء مثله، کلمه مثله همونجا 5-6 تگی هست، میگن 2 نقطه شدگی هست همونجا. همون یک نسخه ده، یک نسخه میخیل آمده که همین کتی آدمی که کتاب روی بردار کرده که 2 نقطه موندگی مثله. اصلا بعضی علما عموما نقطه نمیموندن، نقطه حال حرکت اون طرف است. من کتابای شیخ الاسلام اگر بینید هم نقطه نمیموندن، هم بین دو تا کلمه جدا نمیکردن، قلم نبرداشته می نوشتین. سبحان الله. اگر من آدمای کامپیوتر نویس باشد پرابل نمیموندین، در مابین کلمه ها جای خالگی نیست، می قلم نبرداشته می نوشتین. اما خودشون هم خوانده نمیتونستن، خطشون هم بسیار وقت. در عصر ما پدری استاد ما برای دانستن خط شیخ الاسلام 2 سال رفته در عراق، برای آموختن خط یک آدم 2 سال علم گرفته آمدگی. مخطوطه برای خواندن، مخطوطات من اگر باشد من شما نشون میدم، از کتابا همه مطبوع شد. مثلا من اینه بینید، اگر اون کامera نزدیک هست می من برادر کتاب همین دستنویس، همین صاحب کتاب دستنویسش رسمش آورده موندگی من چی ها حاضر کتاب ها یک نسخه میبرم. من اینه بینید چه پیشینه آدمو به یک عذاب کتاب می نوشتن، به یک عذاب روی بردار میکردن. من اینها بینید چه خطای مردکی حاشیه نوشتگی. انا امروز ما کتابای این خیلی میخونیم لوکسه. خلاصه میگن که اینم گپای نادر است، اینم هر گجانده نیست. گویا یکی از نسخه ها پششته باشد، همین کتی بای مثله شده رفتگی هست، گفتگی قولم هست، اگر کسی نداند خواند یا واد. خلاصه این مذهب حنفی هم هست، این مذهب شافعی و مالکی و احمد نه، مذهب حنفی هم هست. اینم فهمیدید؟ برای همین هیچ گپی ندارد، تغری هست. یعنی که عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم عصر میخواندن و شمس حیتون،
آفتاب زنده بود. آفتاب زنده بود، یعنی بین پیشین و عصر کمتر است نسبتی پیش عصر و شام. لیکن اگر مثلا من طبق قول امام ابو حنیفه هم در تاجیکستان در بعضی کشورها 2 ساعت پیش میخونه، 1.5 ساعت نه، 2 ساعت پیش از شام عصر میخونه و هم درست است چون که حال آفتاب هست، فقط این کمتر دیرتر است، یعنی 30 دقیقه شاید دیر باشد، شاید بعضی در تابستان ها 1 ساعت دیر باشد، در زمستان ها 20 دقیقه 30 دقیقه فرق میکنه.